बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुले मिली दिए सग दल व सती मंगल पर बराबरा जम अफगानिस्तान मुअज़्ज़ज़ व गैरती कौम खातिर तबरीकी में तुम द फकुल मिली उरज़मो मुबारक शा रोज़ मिली फकुल मुबारकबाद फकुले मिली दिए स मुबारक तक फकुल अफगानिस्तान फरहंग ये तनहा हगा फरहंग दे चिन्ह तनहा यो कौम पर खास मरबूत दे दा अक्सरियत कौमों दे अफगानिस्तान इस्तेमालवी او په ډیر ویاړ او په ډیر افتخار سره فکول په سروي چې ډیر درانه او غیرتي قوم نورستاني قوم دی، ډیر معزز او غیرتي قوم پشهی قوم دی او ډیر معزز او غیرتي قوم تاجک قوم دی چې دا فکول په سروي ان پښتانه ډیر درانه زموږ مشرونه هغه په سروي از همه هموطنان گران قدرم خواهشمندم که دست به دست بدهیم برای نگاه داشتن و زنده نگاه داشتن این فرهنگ با افتخار، این سنت با افتخار، این معرفت با افتخار که فکول است با همکاری همدیگر کوشش و تلاش کنیم مبارزه کنیم تا این هویت ملی را تا صدها سال زنده نگه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فکول ملي ورځ چې ولسم د دلوي سره سمون خوري ټولو افغانانو ته زړه له کومې دغه ورځ د تجلیل په خاطر مبارکي وایم. ما امروز شاهد تجلیل از روز ملی فکول هستیم. تجلیل از روز فکول بهانه است به خاطر یادبود از یک فرهنگ رو به فراموشی در افغانستان که متعلق بر قوم علینایی مردم نورستان یا بلوچستان قدیم هست. بنابراین فکول یک لباس زمستانی هست که با ملحقات دیگر لباس هایی که داره معمولا در مناطق کوهستانی و سرسیر در زمستان از این لباس استفاده میکنن. در مقابل تعاملات فرهنگی جهانی یا روند جهانی شدن که اکثریت وقت دیده میشه که فرهنگ های کوچکرو به فراموشی سپاریده میشه و ما تلاش میکنیم فرهنگ های کوچک از زنده نگه داریم و زیبایی فرهنگی کشور خود همیشه با خود داشته باشیم. قسمی که شما در جریان هستین 4 سال پیش از امروز با جمعی از دوستای فرهنگی برای اولین بار در تاریخ ما تانستیم که روز ملی فکول در قاموس افغانستان که در ابده دلو است بگنجانیم. این تلاش ها ایده از جوانای نخبه و همکاری بزرگان قوم در کنار ما بود. ما تانستیم که هیئتی که از وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک کرده بودند با مراسم ابده دلو را به عنوان روز ملی فکول نامگذاری نماییم. وقتی که میگیم فرهنگ نورستان، مفهوم فرهنگ نورستان این است که ما نمیتونستیم در کل چون قوم شریف علینا در 14 ولایت افغانستان جاگزین بود و نورستان که مختص ساختیم، در نورستان هم برادرای کته ما بودن، هم برادرای پشهی ما بودن، هم برادرای وامایی ما بودن، هم برادرای پارونی ما بودن. همه اینها بین یک ولایتی که چیز بود جمع بودیم. بینمی عنوان ما تانستیم که روز فرهنگ نورستان نامگذاری کنیم که یک اخوت، یک برادری زیر اینمی نام جمع باشه. الرحمن الرحیم. روز ملی فکول را به نمایندگی از تمام مردم و مردم شریف خود از صمیم قلب تبریک میگم. ما امروز شاهد تجلیل از روز فکول هستیم که فکول یکی از نماد تاریخی و فرهنگ که وطن عزیز ما است که اکثریت ولایت های ما با این نماد معلوم میشن، با از این لباس استفاده میکنن و با این لباس مزین هستند. طوری که شما در جریان هستید در همه کشورها فرهنگ، عنعنات، کلتور وجود دارد. متاسفانه در کشور ما به سر جنگ ها و بدبختی های این فرهنگ های شیرین و این یادبودها از یادهای همه مردم رفته. بنابراین ما این فرهنگ ما را، این فرهنگی که اصلا چندین ولایت تقریبا 50% ولایت های افغانستان از این لباس استفاده निखा
میخواین می سوچو زنبان کاره کاره میگا بونه مهمان میجان کاره کاره میگا بونه مهمان میجان کاره 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 میجان کاره کاره وجود بریدی جینشه هگار پری یادیس هیو پایین نرو کھٹار پری وجود بریدی جینشه هگار پری یادیس هیو پایین نرو کھٹار پری ای بے نے زندگی بن گیران کارے کارے ای بے نے زندگی بن گیران کارے کارے میگا بونے مہمان میں جان کارے کارے میگا بونے مہمان میں جان کارے 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 میں جان کارے کارے حفا तुषार बमोसम खुशान करे करे हिफा तुषार बमोसम खुशान करे करे मैगा